بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، امروز با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی با همراهی شمایان از این درس های مبارک، درس های تفسیر که ما قرار گرفتیم در تفسیر سوره بلد، تفسیر سوره بلد، از اینجا آغاز می نماییم درس های مبارک خود را و از درگاه الله سبحانه و تعالی توفیق بربندگی میخواهیم. سوره بلد، بسم الله. نامهای این سوره، یکی از نامهای این سوره بلد است. البلد. نوع نامگذاری این سوره توقیفی است، میگه با کتاب و سنت ثابت شده است، چون الله سبحانه و تعالی با این در اول این سوره با بلد که شهر می شود بر مسجد الحرام قسم یاد کردند، بر مسجد الحرام قسم یاد کردند. و همچنین سوره لا اقسم بهذا البلد هم گفته می شود. اجتهادی است، چون این سوره با این آیات ها هم آغاز شده است و این سوره مبارکه سوره بلد عدد آیات های آن از 20 آیات عبارت است و مرحله نازل شدنش باشد در مکه مکرمه نازل شده است و ترتیب نازل شدنش باشد 35 سوره است، اما در مصحف ترتیب آن 90 سوره قرار گرفته است. و موضوعات این سوره مبارکه سوره البلد بیان آفرینش انسان را در بر میگیرد که همانا که آدمی را در رنج و محنت بیافریدیم و همچنین بیان مکلف بودن انسان و بیان وضعیت آن را در بر میگیرد. و مقصد این سوره بلد بیان فقیر بودن انسان و بیان در رنج و محنت بودن انسان در این حیات دنیا و راه نجات بنده را در بر میگیرد. اما غرضهای این سوره مبارکه باشد، این سوره بلد در بر گرفته است بیان بزرگ داشتی مسجد الحرام را، شهر حرام را، مکه مکرمه را، و بیان رسول امین محمد صلی الله علیه و سلم را نیز، و بیان اکرام آدم علیه السلام و ذریه آن، نسل آن، و بیان اینکه انسان آفریده شده است بر رنج و مشقت که در شکم مادرش قرار میگیرد، و بیان این که انسان در این حیات دنیا چی رنج و مشقت رو پیش میگیرد و بیان حساب بنده هم در آخرت. و این سوره جواب دهنده بعضی از مشرکان است و کشف نمودن بدیع فعلهای آنهاست و همچنین بیانگری یک مثال از برای راه واضح و دریافت رضای الله سبحانه و تعالی. و مناسبت این سوره مبارکه سوره بلد با سوره قبلیش که سوره فجر هست، در سوره فجر الله سبحانه و تعالی بیان حال نفس مطمئنه را ذکر یادآوری نمود و اینکه الله سبحانه و تعالی برای این نفس مطمئن، نفس آرامش یافته، چی نعمت‌های را در جنت آماده کرده است. و این نفس مطمئنه، نفس آرامش یافته با شرفترین خلق است که الله سبحانه و تعالی برای بندگان مؤمنش عطا فرموده است. و این هنگام الله آغاز نمود در این سوره مبارکه سوره بلد ذکری با شرفترین مکان دنیا را که این مکه هست. اما مناسبت این سوره، اول این سوره با آخر این سوره مبارکه با قسم خوردن با شهر مبارک مکه مکرمه که بر خلقش نیز الله سبحانه و تعالی قسم میخورد اینکه با رنج و محنت در این مصیبت های دنیا و سختی های آن و سختی آخرت این احوال را ذکر می نماید و خاتمه می دهد این سوره را بیان راهی ثابت ماندن و یا راهی مشقت و سختی ها را. و در این سوره مبارکه که الله سبحانه و تعالی فرمود که ولقد خلقنا الانسان فی کبد، همون به درستی که آدمی را در رنج و محنت بیافریدیم، مراد از اینکه انسان در رنج و مشقت آفریده شده است، در سختی ها در این دنیا و همچنین سختی های برزخ و سختی های روز قیامت. و این گواهی آن است برای انسان ضرور است، لازم است که تلاش نماید از برای عمل صالح نمودن که در این سختی ها برای انسان آرامش پیدا شود
و لازم میگردد اینکه آسانی ها و خوشحالی ها برای انسان خواهد بود. اگر این سختی ها را با توحید و سنت برای نیکویی و خوشحالی و خوشبختی و رضای پروردگار انجام ندهد، رنج و سختی ها و محنت ها را خواهد دید، عذاب سخت را خواهد دید. و فرمود که یقول اهلکت مالا لبدا، فخر کردن میگوید که من مال فراوانی را خرج کردم، جمع آوری کردم. الله سبحانه و تعالی در اینجا ذکر می نماید که انسان آن مالی که به دست می آورد آن را در شهوات ها، در گناه و معصیت ها صرف می نماید، برای هلاکت خود مکان را آماده می نماید. چون آنچه که نفقه می نماید در این راه برای او فایده نمی دهد، جز ندامت، جز خاری، جز خسارت، جز هلاکت، چیز دیگه برای او انسان نمی آورد. برای این فرمود که فلقتحم العقبه، در دوامش فلقتحم العقبه، یعنی که پس این شخص خودسیتا که حالا به گذرگاه دشوار در نیامده است. عقبه در اینجا عبارت از عمل هاست که بعدش عمل های صالح را ذکر می نماید، یعنی مثل کوه عمل ها انجام می دهد که برای انسان این عمل ها سختی ها می آورد. و ما ادراک ما العقبه، پس تو چی دانی که گذرگاه سخت چیست؟ و با گذشتن آن چی مدد می رساند؟ البته که اعمال صالح. و فرمود که یتیما ذا مقربه، به یتیمی که خویشاوند باشد برای او هم صدقه می شود و هم صله رحم قرار می گیرد. در آنچه که از احکام شریعت برای ما خبردار هست، صدقه بر یتیمی که نزدیک است، قرابت دارد، این افضل است بر آن که برای غیرش است. چگونه ای که صدقه بر یتیمی که سرپرست ندارد بر او دادن این نیکو هست، اما آن اگر که از خویشاوندان باشد با اون نیکوتر می شود. برای در آخر آیه چی گفت؟ و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه و تواصوا بالصبر، یکدیگر رو بر صبر نیکویی شکیبایی وصیت نمودن. چون انسان در حیات زندگی در امور دنیا اگر صبر داشته باشد، این یکی از فضیلت اخلاق است، یکی از فضیلت اخلاق حمیده و نیکویی است که این صبر انسان را باز می‌سازد از پیروی از شهوات خود و از تعب، از مشقت ها هم انسان کم رنج می‌بیند. پس در این سوره مبارکه، سوره بلد، الله سبحانه و تعالی قسم می‌خورد و میگوید بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد. قسم یاد میکند الله سبحانه و تعالی، الله سوگند یاد میکند، میگه سوگند به این شهر، و این شهر مکه هست، شهری که در آنجا همه انسان در امان است، که این مکه مکرمه است، افضلترین دیار هاست بر جهت عموم، خصوصا وقتی که رسول الله در آنجا بود. صحابگان کرام، لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد، و شهری که تو ای محمد ساکن آن هستی، و والدی و ما ولد، و سوگند بر پدر، بر آدم، بر پدری بشریت آدم علیه السلام و فرزندان او، فرزندانی که از نسل او به وجود آمدند. لقد خلقنا الانسان فی کبد، همانا که آدمی را در رنج و محنت بیافریدیم. یعنی آدمیزاد از اولین آفرینشش در رنج و محنت است، در سختی های دنیا از شکم مادر شروع شده و حیات برزخ، حیات قبر و روز قیامت، روز شهادت. برای انسان لازم است که سعی تلاش نماید بر عمل کردن، بر عمل کردن تا اینکه نفسش را راحت بدهد در این سختی ها، تا اینکه برای او آسانی ها و نیکویی ها دائمی بگردد. اگر که عمل نکرد در این دنیا، هنوز هم و همیشه برای اون این سختی ها و این شدائد و این عذاب تا ابدالآبدین خواهد بود در این دنیا و برزخ و آخرت، اگر عمل نکرد با آنچه که فرمان الله و رسولش است. و در برگرده آن است که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که ما انسان در بهترین حالت آفریدیم. بهترین حالت اینکه انسان بر کارهای سخت تاباور است، هر کاری را که از دستش می آید کردن می تواند. علاوه بر این الله سبحانه و تعالی را شکر و سپاسگزار هم نمی کند بر این نعمت عظیمی که بر او عطا کرده است، بلکه این عافیت را در نیکویی صرف نکرد و خالقش را نافرمانی کرد، با جهلش در این تاریکی قرار گرفت و او را بر این حالش الله سبحانه و تعالی واگذار کرد. برای همین الله در دوامش فرمود که ایحسب ان لن یقدر علیه احد، آیا میپندارند، گمان میبرند با آنچه که از مال جمع آوری کردند که کسی بر او توان نگردد یا که توانا نگردد؟ سرکشی می نماید بر این مال، فخر می نماید با آن مالی که در راه شهوات
در راه نادرست صرف می‌نماید بر نفسش، با آنچه که در راه نادرست آن مال را صرف می‌نماید با اون سرپیچ و سرکشی می‌نماید و خوشحالی و خرسندی می‌نماید و خودنشانتی و خودنمایی می‌کند با آنچه که در آن راه نادرست صرف می‌نماید. برای همین فرمود یقول اهلکت مالا لبدا، و فخر کرده میگوید مال فراوانی را من خرج کردم، مال زیادی را من خرج کردم در این راه، مال بسیار. و الله سبحانه و تعالی آن مالی که نفقه میکنه در شهوات، در گناه، این را الله ذکر یادآوری کرد که این مال هلاکت است برای او بنده، چون از آن مالی که نفقه کرد در راه هلاکت، در راه شهوات، در راه شبهات، برای او هیچ منفعتی نبخشید و نمیبخشد و به سوی او باز نمیگردد بجوز ندامت، بجوز خسارت، بجوز هلاکت، بجوز کم شدن آن. نه به مثل آن کسی که در راه الله سبحانه و تعالی و رضای او صدقات کرد و خیر کرد، چون این بنده با پروردگارش تجارت کرد و در تجارتش پیروز و کامیاب شد و برکت آن را چند برابر زیاد حمد و چند گرفت. برای همین الله سبحانه و تعالی وعید شدیدی برای آن کسانی که مال را در راه نادرست صرف می‌کنند، با در شهوات با آن فخر می‌نمایند، فرمود که ایحسب ان لم یره احد، آیا میپندارد و گمان می‌برد که کسی او را ندیده است از این فعلش که انجام می‌دهد؟ ولیکن الله سبحانه و تعالی او را حساب می‌کند بر خرد و بزرگ آنچه کرده است، بلکه الله سبحانه و تعالی آن اعمالش را بر او نشان می‌دهد، اعمالش را برای او برای آن روز حفظ می‌نماید، بلکه کرامان کاتبین آن دو ملائکه را کتاب امر کرده است که همه اعمال او را کتابت نمایند، هر عمل او از خیر و از شر را. سپس قرار کرد الله سبحانه و تعالی با آن نعمتی که عطا کرد و فرمود الم نجعل له عینین، آیا برای او بنده دو چشم بینا نیافریدیم، عطا نکردیم؟ الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین، و زبان و دو لب برای او عطا نکردیم؟ این زیبایی و این بینایی و این نطق و غیر از منفعت‌های ضروری که برای بنده لازمی هستند، این نعمت‌های دنیایی است برای او. و سپس الله سبحانه و تعالی نعمت دین را یادآور می‌شود و می‌گوید و هدیناه النجدین، آیا برای وی راه نیک و بد را بیان نکرده ایم؟ البته که بیان کرده ایم. راه هم را پروردگار میگه خیر و شر را بیان کردیم، هدایت را از گمراهی روشن کردیم. این منت از جانب پروردگار بر بندگانش، بیانگر آن است که بنده حقوق الله سبحانه و تعالی را اجرا نماید و او را با این نعمت‌های شکرگزاری کند، نه اینکه با این نعمت بر گناه و معصیت سرپیچی و سرکشی نماید. ولیکن این انسان این کار را نکرد و سوی پروردگارش با این نعمت هدایت باز نگشت، از پی شهوات شبهات خود گشت و گمراه شد و گمراه کرد. برای می‌فرماید در دوام که و هدیناه النجدین فلاقتحم العقبه، پس این شخصی خود ستا حالا به گذرگاه دشوار در نیامده است، آیا با آن گذرگاه دشواری که از آنجا بگذرد به آنجا نرسیده است، چون در این دنیا حالا پیروی شهوات و شبهات شده است. این گذرگاه دشوار بر او بنده. سپس این عقبه را تفسیر نمود و فرمود که فک رقبه، و فرمود که و ما ادراک ما العقبه، و تو چی دانی که این گذرگاه سخت چیست و برای گذشتن از این گذرگاه سخت چی چیز برای تو ای بنده مددگار است، کمکت می نماید تا این راه را بگذری و از هلاکت نجات بیابی. چه فرمود؟ فک رقبه، آزاد کردن غلام مؤمن است، کمک کردن او است، اسیران مسلمانان را از زندانها آزاد کردن است، از دست کفار آنها را خریداری نمودن است. فک رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه، یا طعام دادن در روز گرسنگان را طعام دادن. اینم دیگر راه نجات و سعادتمندی و پیروزی است. در گرسنگی های سخت مردم را طعام دادن، دستی نیکی برای آنها دراز نمودن. او اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیما ذا مقربه،
به یتیمی که خویشاوند باشد که برای او هم صدقه می شود و هم صله رحم یک جا جمع می گردد. یعنی آن کسی که یتیم است و آن کسی که یتیم است و خویشاوند است و خویشاوند اجرش بیشتر است. یتیما ذا مقربه، بینش در حالت بودنش بین این که و یتیم است و فقیر است و رابطه خویش و تواری هم با او هست. او مسکینا ذا متربه، یا با مسکینی بینوای که هیچ چیز ندارد دستی او گرفتن، از ناداریش در بالای زمین قرار گرفته است، در بالای زمین خواب رفته است. او مسکینا ذا متربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. و بعد از آن باشد از گروه آنهایی که ایمان آوردند و پروردگارشان با الله و پیامبرش ایمان آوردند و وصیت کردند یکدیگر را با صبر نمودن با طاعت و عبادت الله سبحانه و تعالی و صبر نمودن از نافرمانی او سبحانه و تعالی و یکدیگر را بر این وصیت نمودند، توصیه نمودند با شوق و مهربانی بر بندگان الله سبحانه و تعالی. او اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا متربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا، سپس آن کسانی که آن گروهی که بعد از آن ایمان آوردند، با قلبهای خود ایمان آوردند و این ایمان را دوست داشتند و عملهای صالح و شایسته و نیکوی انجام دادند، با اعمال خود، با اقوال خود، با فعلهای خود واجبات را انجام دادند، مستحبات را نیز انجام دادند، از حرام کرده های او دوری جستند. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر، یکدیگر را به صبر و شکیبایی امر فرمودند، نصیحت و پند دادند بر طاعت عبادت الله سبحانه و تعالی و یکدیگر را از معصیت الله سبحانه و تعالی گوشزد هم دادند و بر آنچه که الله سبحانه و تعالی قدر کرده است بر آن صبر و شکیبایی کردند، بلکه بعضیشان بعض دیگر را به سوی نعمتهای الهی، به سوی طاعت عبادت او رغبت کنندند و از معصیت ها باز داشتند و این فرمان الله سبحانه و تعالی را با قلب کشاد، با قلب روشن فرمان برداری کردند و از معصیت ها دوری جستند با قلب آرام. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالمرحمة، و دیگر رو با شوق مهربانی وصیت کردند، نصیحت کردند، پند دادند خلق را و عطا کردند محتاجان آنها را و تعلیم دادند جاهلان آنها را، آموزاندند توحید سنت را و راه نجات بهشت و رسیدن به آن را و قیام با آن چیزی که محتاج آن هستند با تمام وجه‌هایش که آنها را در این عمل‌های دنیایی وصیت و پند دادن و این در این مصالح دینی و دنیایی کمک یاری کردن، اینکه برای آنها دوست داشتن آنچه که برای خود دوست می‌دارن، بلکه آنچه که برای خود بد می‌بینن برای آنها بد می‌بینن. آنها آن کسانی هستند که این وصف را در خود گرفتن. الله آنها را موفق گردانید با این عقبه، با این راه نجات و کامیابی و پیروزی. برای می‌فرمود اولئک اصحاب المیمنه، آنان که چنین فعلها را اجرا نمودند آنها اهل سعادتمند هستند، اهل یمین هستند، چون آنها آن چیزی که الله سبحانه و تعالی با آنها امر کرده بود آن را ادا نمودند از حقوق الله و از حقوق بندگانش و ترک نمودند آن چیزی که الله بر آنها نهی کرده بود، منع کرده بود. پس این است عنوان سعادت و علامت های آن. اولئک اصحاب المیمنه والذین کفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة
و کسانی که به آیات ما کافر شده اند آنها بسیار بدبختانند. از جمله و زمره کسانی هستند که از طرف چپ هستند. والذین کفروا بآیاتنا، کسانی که این امور و این آیات ها را و این راه رویش رسول را ترک کردند و کافر شدند به این راه، پوش گردانیدند، نه قرآن را راست شنیدند، نه سنت را، نه بر کتاب عمل کردند، نه پیروی سنت را و نه به آن ایمان آوردند، نه عمل صالح شایسته انجام دادند و نه بر بندگان الله نیز رحم نکردند. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمه، اینها هستند کافران که بدبختانند. علیهم نار مؤصده، نصیب آنهاست آن آتشی که هر روز گداخته می شود. نصیب آنهاست آن آتشی که هر روز گداخته می شود، آتشی که از هر سو پوشیده است، محکم است. الحمدلله رب العالمین. این است بیان تفسیر سوره بلد.